گیلک گیلک سه کدام سراکینه گیلک دام سرو لالا دو تا مرتکه کایا خوب میگم ارباب صاحب سرای اینو همین جگاه گفتم ها انا میگم ما میایم ارباب صاحب یک دقیقه به اتاق کار داریم نه میگم بیایم به اتاق بیایم دیگه خب بفرمایید سلام علیکم. سلام علیکم. هر واسه محترم خوب هستم جان شما جان خیر شما خیال دارم سلامتی شما خوب سلامتی زنده باشه سلامت باشه سلام علیکم خیریت بخیر یاراستی شما خوبه لالا خیریت بخیر کی شما خوبه خیریت بخیر ارباب صاحب قرار داد مزاحمت که بخشش باشه که مزاحم شما شدیم خواهش میکنم چی مزاحمتیه ارباب صاحب ما از می محل پینی تو فهمیدی محل پی میشینیم بله دیگه از ما هم یک اسب گم شده هست بیا بله هم اسب گم شده میتونه راه در ما بگیرفتیم بیاریم تا و قسمت منطقه ریگی کمی کوچه نیه قسمت ریگی کمی کوچه شما داره تا همین جگا آدم کوچی ما که تیر میشی و پینتر خدا و شما عمره بده تا همون جگا ما راه در اسب بیاوردیم ان حال از او بعد دیگه نیه معلوم نیه که به این سرده بردم به او سرده بردم به آخر دی بردم به پین دی بردم اصلا دیگه مشخص نیه ارباب صاحب دیگه گفتم مال اومدم به خدمت شما که اگه شما یک لطف همکاری بکنیم بالاخره می اسب ما راه در بزنه که بالاخره تا این منطقه دیگه کلون و همه شما دیگه ارباب و کلون همه چیز شما نه ارباب صاحب اسب ما پیدا شد ارباب صاحب میفهمید 5 لک افغانی قیمت ما اسب ما بده ببینیم 15 16 ساله که من به این اربابم از این منطقه ما هیچ چیزی تا حال گم نشده نه گو و گوسفند کسی گم شده نه سکل و موتر کسی گم شده شکر به این منطقه خوب بیجانشین دوز ماتات هیچ چیزی نداره بازم شما اگه به سر هر کس که شکیم ما خود شما جلو میشم میریم سیل میکنیم میپالیم بعدون پیدا شه بنا با خدا ما خب سر کس ارباب صاحب شک نداریم منتها فقط همون به شما گفتم که شما با این منطقه خو یک جستجویی بکنیم حالا ما نمیگه خدا نکرده با منطقه شما همین کار شده ما میگم شما بازم یک جستجویی داشته باشیم که بالاخره اگر به این منطقه اگر جامعه رد پیدا کردیم بالاخره هم یک لطفی بکنه که این 5 لک روپیه و قدمی اسب و مقیمت حیف دیگه ما در خدمت شما فقط شما جلو شیم من خود شما میرم هم هر جا که میگیم میریم میگردیم همین ماما کنده هم که هست معامله اسب و همین دلال معامله اسب و گو اینا میکنه پیش از او هم میریم شاید او هم گنجی بری بره امور یا بدیده باشه که کس از خرید فروش کرده بلکه از او هم یک سر نخی به دست بیاره خیر بینیم ارباب صاحب محترم یک جان تشکر لطف کردیم قربان سر شما زنده باشین سلامت باشین انا از امال خود شما شروع میکنیم گلک تو میری و به خودی از اینا برو همین سر ما کنده لرم نشونده ای بری بره بگردیم بلکم اسب همین مسلمانو پیدا شه میگم بیام از این منطقه شما تیر شده این اسب رفته کی تیر شده؟ اسب رادر که گیریتم راد سنبای از این دم کوچی ما تیر شده برفته به همون ریگی کوچی ریگی رادر که گم کردم اینا اسب از کی نه؟ آنه از اینا اسب چیکار میکنن؟ اسب نوردوزی کردم ببردم 5 لک روپیه اسب مردیشه و تا قبل وا کردم ببردم ارباب صاحب اینا برور شما درسته؟ بله مثل دیشب تا صبح نون پخته داشتم نه تو بیدار خیلی شب تو واسه پیره نکنم اینجام داخل میگم خاطر همینه که اول 8 ساعت ما شما وقت گپ میزنه مثلا نمیفهمم گفت چی با بگفت 4 شده گله آنی طرف گله از اون خب بشنوید اینا چی گفتن که اسب اینا گم شده مسلمان ها اسب اینا گم شده اول رادر بگرفتم آدم کوچی ما تیر شده برفته به زوی پایین انا لگمو سرم ما کنده برای از اینا نشونده که برام پرسان کنم بلکه همو خبر داشته باشه او روز تا باشه معامله میکنه با گنج و باری بر همین اسب از اینا نشونی ور بدن بلکه همو بدیده باشه اسب از این مسلمانا پیدا شه ارباب صاحب ما اعمال خو همین گپا که شما زدیم نفهمید که چی گفته بله نه تفلت خو داره لطف بکنه ارباب صاحب خود شما میرفتیم به خاطر از که فکر نکنه بتونه بله. نخ کار دست آمده
خوبه مشکل نداره. بله. من میرم خودش. من میرم. نه خوب. مثلا اون مشکل چیزی داشته باشم. خدا حافظ شما. خیلی. بیاین مامان. بفرمایید بیاین. آن میسر ماما کندله. السلام عليكم. سلام عباس اشتني جندر خیرات. خیرات. سلامت بخیر. شو خوش سلامت. کجا پیاتو؟ پیانمه. سرای خوه. خوه. بله. هم یک دقیقه کوکو جان صدا کنم و کار بدم. خیراته. امیده که من کارش رو میرم. بفرمایید برم خونه. نه به خونه نمیرم فقط صدا کنم میذارم. خیر ببینید. تشکر. بریم. بریم مسای. بیا میشه. میگم ماما جان. ما. اسم تو چیه؟ گیلا. گیلک جان سگو چی میگم؟ اگر یک زمانه به تعمی سرا باغ و باغچه‌های یک اسب چاق سرخ دیدی بفهمیدی 5 تا هزاری به تو جایزه میدم که فقط اون اسب نشون دیگه به کجای بریم. خوبه چشم. بفهمیدی؟ خوبه. شماره خودم سرخی سرخ چاق خوبه مت دیگه اسب مقبولیه. خوبه. شماره خودم به تو میدم با من زنگ بزن. خوبه. الو. امینا بله. سلام علیکم. سلام کوکو جان خوبی بخیر. جانشان یا جانجوره خیر خیریه. اشتن ماما بخورم چای بخورم لولم. سلامتی شما زنده باشه میریم. کوکو جان سعی کنید چی میگم از ما هم یک اسب گم شده اسب سرخ چاق ده بالا فیکسی بوده فهمیدیم؟ آن دیشه از اون تاثیر ما بیامدم وا کردم بردم. دیگه ما برفتم پیش ارباب صاحب رفتم باز ارباب صاحب گفتم ما کندل میکارم کارگ و گوسپند و اسب و اینا رو میکنم. بام تا گنج اینا. گفتم اومدم که برای شما بگم کوکو جان اگه میت یک اسب دیدیم یا اگه تا حالا چشم شما خورده بالاخره امیر یک لطفی بکنیم بالاخره امیر اسب ما اگه پیدا کنیم ما رو به خبر بسازیم. یک کار کی شده بیده؟ دیشه کوکو جان. مدام کو معامله تا گنج دارم برادر. من نمیگم اگه گوسپند از شطور هر چی بگیریم من خیلی کنش میکنه. مدا اسب دوزی و گودوزی ما نمیخوایم تا زمین ما زمین مطمئن نده ما گو نمیخریم هم واسه ما نمیگیم شما اسب با که با پیدا کردن با شما راپور میدیم انا لطف شما بکنین فقط از این اسب خوب اسب اینا میگم 5000 هم شیرینی میدم به من با توش 5000 شیرینی میدم میدیم 5000 اگر اینا پیدا کنم هر کدوم پیدا کنم 5000 افغانی و شیرینی 10000 شیرینی میدیم یعنی گیل جون اگه من پیدا کردم 50000 هم که به من قول دادم 50000 هم از تو که تو اینو بیار دست رو من فهمیدین کوکو جان دیگه من همین کمک میکنم امیدتون میگم بکنین شما بخیر خوشی که حداقل اون اسبق ما پیدا شه خیر ببینید خوبه مدت این ویدیو به تا گنج نمیارم خب بازم شما جستجوی بکنین اگه آوردم بازم ما خبر بدین خوبه انا شماره موبایل ما بگیرین بگیرم عباس شماره موبایل اینا بگیرم انا شماره موبایل ما بگیرین ولی برو گوشی خود بگیرین بگین بعد ما شماره رو بگیرم شماره بگین اسم خودم نوشته انا برام صاحب خب خوبه بعد چرا ببخشید کوکو جان زحمت ها رو ببخشید کار خدمت نداریم خداحافظ فقط اگر همین لطف بکنه که ما اسباب ما پیدا شه خوردن نمیریم خدمت ما خدا نمیری خودی ما خدا رو دیگه سراغ کنه تو نره بپال اگه ان شاء الله 5 تا هزاری نقده برو گیلک جون برباس سلام بگو خوب چی بگم برباس سلام بگو دیگه خوبه برای خدا خداحافظ گیلا برو من مردم به خدا بپالم بپرسم بلکن 5000 روپیه به من میگه میدم 5000 رو میدم گیلا گشتنی جان جانجوره و خوب خیر در بابا ساعت شما بیلی نشه بجی گشتنی گیلا خان بخیری جانجوره و خوب خیرته ساعت خوبه جانجوره شکر فضل خدا چی گپه سلامت باشی بگو
رمزون یک اسب سرخ چاق دباله انا خوب اسب برابری ندیدی تو؟ شما کو اسب نداشتین؟ ها؟ شما کو اسب نداشتین؟ ما نداشتیم، ما اسبی نداریم. خب سر صبح دی تا مرتکه بیامدم انا دم سلام پیش برار مرباب صاحب. انا گفتم از اون معلم پایینی من اسب ما گم شده 5 لک روپیه قیمتی بوده. انا باز بیامدم انا براتین در سلام ما کندل اونا من گفتم اگه به گنج دیدی من بفرشیم بخریم من یا بگیریم مرتکه که انا 5000 به شما شیرینی میدیم. به من مرتکه گفته کنه اگه پیدا کردی به تو 5000 پیش شیرینی میدم. من گفتم سه کنم به سرا شما اینجا نماده. صاحب اسب به تو گفته برای تو 5000 شیرینی میدم. کله تو خرابه تو. چرا؟ همون دوست که همون اسب به زور ببرده باز میاره به جلوی روی تو کانی گیل لگ بگی یعنی بیاردم پس دوست که ببره لالا دیگه رادیو گم دیگه نمیاره به تو. خب مرتکه گفته بپال میشه تا زمینا تا صحرای بر اسب ببینی 5000 به تو میدم. مرتکه بیخی هم هر چی بگه تو هم باور میکنی. لالا خور بزی چاشت لقلقه و تا کجا اسیر نکو. مرتکه یک گپی بگفته تو دیگه نمایی که تو تابشون بگردی برای اسب بگردی یا باری بر او به تو یک گپی بگفته از این نبرد به تو کلاه نیه خوشکه نیه؟ بابا او اسب گم شده برفته لالا بیشتر هم ارباب سایی خوبم شد خوبم بیشتر کم پیدا هم بسره همه جگو نکو داره برو بخونه برو ممیا کلاه چی کوچیک دی کوچیک بسته بابا تا قفاس دیگه اگه باز کلی کشو نموی دیگه باز تا قفاس حالی شنو که به کوکو میشه کوکو سکن اشته میگیرم کور به کوکو سکن اشته میگیرم این سر باخچه اصلا ناوانیه صبر کن والا کچ نکو بعده همسایه چی میگم بعده دیگه کو کش که سکنم بیای پشت ده چای میخوری؟ نه کو کش بیای پشت ده او به تا باخچه بسو آخیره اون آخیر به تا قفاس خدا من ای تا مدام یایی با چی خبر دارم تو تک تک کدی در سر تو خود تو خبر خدا حافظ وکیل صاحب سلام بگو گلا ایانا اصولا اگه دیدی بابا ما بگو خوبه اگه دیدم با سلام تو نام علیک میکنم خوبه اگه دیدی من خیال 5000 میزنه تا بشون به تا کجا بگه که 5000 بدم بگه بریم بخونه بریم